دور افتاده ترین منطقه افغانستان، جایی که حتی به ابتدایی ترین امکانات نمیتوان دست پیدا کرد، اما هنوز قبیله‌ای وجود دارد که در همچون شرایط دشوار و ناممکن زندگی می کنند. قبیله‌ای که برای سالها فراموش شده و با خان کوچک زندگی می کنند. در ولسوالی اشکاشی می توان به امکاناتی مثل برق، آب و غذا دست پیدا کرد. وقتی که وارد واخان می شوید، نه از برق خبری است و نه بازار برای رفع نیازهای اولیه مردم وجود دارد. سفر از آغاز دهلیز واخان تا بروغیل حداقل 10 ساعت زمان می برد. مرز بروغیل آخرین نقطه است که راه برای رفتن موتر دارد. از آنجا تا ارتفاعات پامیر تنها سفر پیاده ممکن است. اما در بروغیل شورای محل وجود دارد که برای گردشگران اسب و غژگاو اجاره می دهند. اجاره روزانه یک اسب و یا غژگاو برای رسیدن به پامیر 1000 افغانی است. 5 روز سفر پیاده از کوهها و دره‌های دشوارگذر زمان میبرد. مردم محل در این مسیر ایستگاه‌هایی برای خودشان مشخص کردند که با نام چاشتگاه و شبگه یاد می شود. این ایستگاه‌ها اغلب در جاهایی در نظر گرفته شده که امکان دسترسی به آب در آن وجود داشته باشد تا اسب‌ها بتوانند نفسی تازه کنند. در این مسیر ناگزیر شب را باید در خیمه‌های مسافرتی و بین کیسه‌های خواب بگذرانید. هرچی بالاتر بروید، هوا سردتر و نفس کشیدن به دلیل بیشتر شدن ارتفاع و کم شدن اکسیژن دشوارتر می شود. اما بیشترین نگرانی که در این مسیر باید داشته باشید، بارندگی، مسدود شدن راه و سقوط از مسیرهای باریکی است که در پیش دارید. پس از 5 روز پیاده روی به منطقه‌ای به نام ایرغائیل انقراض نسلشان کرده است. در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ بین قرقیزها مسئله ازدواج است. سالها قبل برای ازدواج با دختر یکی از قرقیزها، اما در حال حاضر برای ازدواج با دختر